نوشته بود یه شب تو برف و یخبندون ماشینم خراب شد. میگفت گوشیم آنتن نمیداد، با زن و بچه تو سرما گیر کرده بودیم. یه چند ساعتی بود تو سرما بودیم ولی هیچ کسی به دادمون نمیرسید. تا اینکه دیدم لب جاده بالاخره یه پژویه واسطاد، ماشینش تا خرتناخ پر از جنس بود. از لباسایی که راننده داشت فهمیدم بچه زاهدانه. درسته زاهدانی شوتی سوار. میگفت منم از شوتی جماعت خوشم نمی اومد. گفتم برو دنبال زندگیت، من کمک توی قاچاقچی رو نمیخوام. میگفت شوتی نگاهش رفت سمت ماشینم، گفت دلت به حال بچت نمیسوزه؟ تا صبح تو این سرما یخ میزنه. مرده میگفت شوتی به حرفم گوش نداد، از ماشین پیاده شد، جنسه ماشینشو خالی کرد لب جاده، یه نایلون هم کشید روشون. گفت اینجوری واسه تو هم دردسر نمیشه، نترس، حالا بشینی تو ماشینم. مرده میگفت نشستیم تو ماشین من رفته بودم توی سکوت مطلق. شوتی ما رو برد خونه یکی از آشناهاشون، کلی هم بهمون رسیدن و خوش گذشت. میگفت صبح فرداش ماشینمو سالم آوردن جلو در خونه. هر چقدرم اصرار کردم حتی یه ریالم از من پولی قبول نکردن. میگفت بعد از این داستان نظرم به کل راجع به شوتی عوض شد. این پستم تقدیم میکنم به همه شوتی سوارا، اونایی که هستن دلشون شاد، اونایی هم که نیستن روحشون شاد. ما آدمای بدی نیستیم، بد تعریف کردن ما را، اونجای خراب شدیم که قصد آبادی